بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلذات الأكباد جگر بوشها. الرابع: متى نقوم برعاية حق فلذات الأكباد؟ قال الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى: متى نقوم برعاية حق فلذات الأكباد؟ کدام وقت ما حق جگرگوشه ها را رعایه کردن میتوانیم؟ کدام وقت؟ متوجه؟ متى نقوم؟ اینه یعنی که به جا آورده میتوانیم. رعایت حق فلذات الأكباد رعاها الإسلام منذ البدء. رعایه کردن حق و حقوق فرزندان را یا که جگرگوشه ها را اسلام پیش از پیدا شدن رعایه کرده است و برای من شما هم پیش از پیدا شدن اونها ما را یعنی که آگاه کرده است که میخواهی جگرگوشه را حقش رعایه کنی، میخواهی فرزند صالح شود، میخواهی این شکلی تمامش پیشگینشون میگه. من حين يفكر المسلم في الزواج، از همون حینی که مسلمان در فکر ازدواج است. فهمیدید؟ همون روزی که ما شما فکر کردن که من عائله دار میشم، دویم سیم چهارم یا یک نه خیلی بلکه بعضی کسا با یک ما و کاردار نمیشه و میتید نمیتید، یعنی اون فکر شما باباست. فقد امر الرسول صلی الله علیه وسلم بان يسعى للزواج كل شاب. نگاه کوشش که بود درس اشتراک کردن تو بعد این حدیث. واقعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر کرد که برای ازدواج هر جوان باید کوشش بکنه. این شرط است، بشرط ان یجد الباءة وهي القدرة على تكاليف النكاح والحياة الزوجية. بشرطی که همون جوان دارای باءت باشد، یعنی که در همون جوان چی باشه؟ باءت چیست؟ گفته است که این قدرت به تکالیف نکاح. تکالیف نکاح یکی از شرطهای نکاح همون این مرد خودش باید که یعنی فیزیکی نداشته نداشته باشه، یعنی که قدرتی خفت و خیز داشته باشه کم درجه. خزن گرفته در طور نمیمون تشبیه درش شکفت و تمشوش میگرد مقله. این تکالیف نکاحش میگرد و حیات زن و شوهری را باید که داشته باشد، یعنی او را تأمین کنند. بعض زنگیری در پیش داده باشد پردایی با ویو زندگیشو برامش از سحراش فکرارن سحراش برند فرستان تخت چینی و میمی کارا یعنی که درست نیست. پیش از اون که یعنی که تو زن میگیری باید که باعت دارای باعت باشه. باعت چی است؟ یعنی تکالیف نکاح و حیات زن و شوهره، او را به خانه تأمین کردن، او را آداب تعلیم دادن، همه جهت. و زمین است، تو زمین تیار میکنی بعد میکاری هم خیلی. چقدر یعنی دخترها هستن زمین ناتیار، چقدر دخترها هستن که زمین ناتیار هستن، پدر مادرشون تیار هستن که بار برآورده دادن گرن دهقانا با، لیکن تیار نیستن. اون زمین تیار اساساً باید که پدر مادر میکنن. من این خیلی که من شما
کفتکو میکنیم که یک دختری حجاب دار و یک دختری مثلا گرین با توفیق قرآن خوان و صالحه باشد این باشد و باشد، میگیم که ان همون کوشش و حرکت باید که انسانی دختر دار در دختری خودش هم باید تفکر کنه. من چه خیلی که معقول ما هست یک دختری باید دار باشد بعد مشکلات میکشیم که چی نمیتونم، منم مسلمانم، منم ریش دارم، منم لباسی دراز دارم، دختر با پیشنهاد نکنیم که نیکیای ما را که وارد به میکروسکوپ بزرگ دیده میشه. اما خیلی الان دختر دارم باید که دخترش کوشش کنه. آدمی که زن میگیره باید تفکر اینا رو کنه که من باید که تیار باشم که زنم یکم. اگه تیار نباشه دیگه زنم باید که خورونم، پوشونم و غذای معنوی رو تأمین بکنم. خلاص انا اگر از انگیر آسان است هیچ مشکلی ها نداره. مشکلی اون مشکلی حیات زوجی هست. عن علقمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال در یک زمان ما علقمه گفتی صداست من راه میگشتم یعنی میرفتم با همراه عبدالله رضی الله عنه فقال گفت كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما همراه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بودیم. فقال پس گفت چی گفت؟ من استطاع الباءة فليتزوج، کسی قدرت و توانایی باءت را داشته باشد زن بگیرد. باءت چی است؟ یعنی قدرت به تکالیف نکاح و قدرت به حیات زن و شوهری داشته باشد زن گیرد. در بعض روایت ها چی گفتن؟ یا معشر الشباب گفتن، ای جوانا گفتن. در بعض روایت فلیتزوج زن بگیرد، ازدواج بکنه. فانه چون که همین زن گرفتن اغض للبصر بسیار پوشیده تر است برای دیدن. یعنی یگانه چیزی که دیده شما را، چشم شما را از نگاه حرام نگه می داشتگی همین چه زن است دیگه. شما به شرطی که اون انسان با پشت میزنی صالح هم توفیق داده باشه. آدمی از اگه مثال گیریم میگیره با میبینه تشکی چشمش دقت میکنه. بسیار جوانان رو میشناسیم که زن گرفتگی است، پگهش میبینه دقت کوچه با پاپیراس کشیده با همون، یعنی که دختری هم مکتب میبینن و مکتب میرن تماشا میکنیم است یا در لب بازار میسه کدوم دختر میگذره. فهمیده؟ و احسن للفرج یگانه چیزی که اندام نهانه را یعنی که چیکار میکنه نگه میدارد این زن است. یعنی هر شهوتی که داره در همسر خودت درست حج میکنه. و من لم یستطیع کسی قدرت نداشته باشد یعنی که همون باعت قدرت نداشته باشد. مراد از باعت چی بود؟ قدرت به تکالیف نکاح به معنی جماع و قدرت به حیات زن و شوهری اگر نداشته باشد فعلیه بالصوم به خود روزه را لازم گیرد، یعنی روزه بگیرد. فانه له وجاء و درستی همین روزه برای او چی میشه؟ سپر میشه. سپر برای چشمش میشه، سپر برای چی میشه؟ برای اندام نهانش میشود. ممکنه سه وقتی که شکم که درست نشود نگه نمیفوردش هر طرف نگه کنند دلش هیچ چیز نمیکشه غیر از که باشد که نماز شام شود افخاط خورم ببین نماز شام کشش که میسر که همجا تاری میشه هیچ که نمیبینن. خیلی برای این روزه بیا در روز میگیره گرسنه هیچ جور نمیبینه دیدن تو نمیفورد هم نماز شام میشود کشش که میسر میکنه اکن دیدن میخواهید که همجا تاری که انشاءالله. أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب الصوم لمن خاف على نفسه عذابه. عذاب من جاء كسي بيزن میگن بيزنی چخم میشن من یبو زنا نکنم کوری گنده نکنم حرام نکنم گفتم من چی گفتم صوم روزه گفتم.
حديث برقم كذا. ومسلم في كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن فاقت نفسه إليه، لاش ميكشر ووجد الباءة دوري باءة بوشا، يعني قدرة بالتكاليف نكاح. ثم باختيار الزوجة الصالحة، سپس میگه با انتخاب کردن زنی صالحة، زنی صالحة. فقد قرر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثر الأسرة على الإنسان في قوله فيما جاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة. إذن جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم واقعا تأثیری آیله را به انسان در قول خود چیکار کرد؟ مقرر کرد. یعنی تأثیری تو در آیله میرسد. تو اگر راهبر آیله باشی، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که تو اگر انسانی صاحب آیله باشی، تأثیری زنی تو در فرزندات میرسد. گفته مقرر کرد. مقرر معنیش میشه اعتراف کرد، یعنی به عهده گرفت، معقول دونست، این قبول کرد جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم. فيما جاء عن ابي سلمة، در اون حدیثی که به طریق ابی سلمة از پسر عبدالرحمن و مدذکر ابو هریره رضی الله عنه فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ما من مولود، یگون مولود نیست که مگر او به فطرت تولد بشه. یعنی یگون کودک به فطرت تولد نمیشه. هر یک کودک اگر بیدوده و آشه اگر او را پرتافته شود، البته او الله را میشناسد. فطرت اینجا به معنی چیه؟ فطرت الله، یعنی اون شناسایی الله تعالی به بنده اش. همه شناسایی دو دیگه است که لا تبدیل لخلق الله لفطرت الله، فطرت الله دیگه نمیشه. هزار کمونیست هم میشدن، نکنید اما قدر دعوت و ضد الله، ضد دین، ضد پیامبر صلی الله علیه و سلم چی ها نمیگفتن در شأن الله، در شأن پیامبر علیه السلام، در شأن اسلام و مسلمان ها تنقید ها میکردن. هزار کمونیست هم که میبود و وقتی مردنش اگر مسلمان میشه ای خدا میگفت. هم خیلی معلم میشدن، اتئیستی درس میدادن، با امیدوار بود که روز مرد جنازش کنن. همه فطرت دیگه نمیشه، لیکن جزاش میگیره اگر فطرت اینکار کرده مرد. هزار روز میبود باید که باخ نمیگفت از روی همون عقیدی لینین آخیر. همه با همون هزار عروس خریستیان بودن و بوش میگفت و لینین نمیگفت یکمتش. هم خیلی این فطرت میبینه. هر یک کودک به فطرت تولد میشه بودن. فابواه، بس پدر و مادر او یهودانی او را یهودی میکنن و نصرانش میکنن او یمجسانی، یا که او را آتش پرست میکنن. هم خیلی کما تنتج البهیمة بهیمة جمعاء، چه خیلی که چارپای را میزاید که همون چارپای زایدگی، همون تولد کردگی همون چارپا رو میبینید جمعا پره ها، یعنی میبینیدش همون گوساله یا گوسفند سر و فوک و گوش و بینی همه جاش در جاشه. بعد از یک ماه میبینید که گوشتنده یه لش کردن گوشت بینی هاش برید، یعنی جمعا اون چیز رو میگون که حیوانی که تمامی پر اعضا. یکون میگود گوساله گوسفند دیدید که هوایی میگود به دنیا اون باشد ناقص الاعضا باشد، همش پر میآید. یعنی لم یذهب من بدنها شیء، یکون چیز از بدنش نرفته که چیز جمعا میگن. سمیت بذلك، اینا همین خیلی گفتم. چرا؟ لاجتماع اعضای، برای خاطری همه اعضاش در جای خودش بودن. درشت میگن، چی میگن؟ درشت کردگی نه، بیرکه کردگی نه. هل تحسون فيها من جدعاء، آیا شما حس میکنید در همون
گوسفند یا که حیوان تولد شده یگون جدعا بین بریدگی را یگون حیوان دیگه که تولدش بینش بریدگی باشه یکی نموکی بعضی ها در طرفای در بعضی جا مثال کنیم یکون کمبودش و از جهت یا کلیم تصایی یا از جهت یکون طبیعت ویران شده نشه مثال و جایی که مثال اتم زدگی جدعا بینی بریده از کلیم جمع المقطوع الاذن گوش بریده بین بریده گوش بریده چیه؟ آخه بینش میبرن گوش میبرن هم خیلی بکنن بود المقطوعة الاذن یکی المقطوعة الانف آیا شما تحسون به معنی هل تنظرون هل ترون ثم يقول ابو هريره رضي الله عنه بعد ذن ابو هريره گفت فطرة الله انا من چیم فطرة الله است التي فطر الناس عليها این چنان فطرت است که الله تعالی مردم را به همون فطرت آفرید لا تبدیل لخلق الله یگون تبدیل نیست به آفرینش الله ذلك الدين القیم همین است دین راست دین قیمه دین یعنی بزرگ دین پاینده همین است عن ابي هريره که اخرج البخاري في كتاب الجنائز وهو إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ومسلم في كتاب القدر معنى كل مولود يولد على الفطرة تحت حديث كذا نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رواية مكان عز حضرت أبو هريرة كي جنوبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمود تنكح المرأة لأربع این هم حدیث بورنگی برای چی آورد همچنین کودکای شما هم خیلی جمعات تولد میشن وقت شما خودتون ویار جدعا میکنید زن را نکاح کرده گرفته میشود به خاطر چهار چیز شده بیمالی ها برای مالش شده ولی حسبی ها برای منصبش شده و جمالی ها برای زیباگی حسن شده ولی دینی ها برای دینش شده فاظفر بذات الدين تربت يداك نبازل اوتا عليك بذات الدين ما در درس ما ضبط شده بعد زنگ زن خب فاظفر بذات الدين موفق شو میگو به ذات دین به دیندار پیروز شو این انتخاب یعنی دیندار انتخاب تریبت یدک درباره این بسیار گپمون دیگه است دستان تو در خاک برسن رفتگی و هی کنایتون عن الفقر این کنایه از کمبغلی است و هو خبرون بمعنى الدعاء این خبر به معنی دعا است دستت در خاک زند این دعای بد نیست این دعا است اصلا به پیامبر صلی الله علیه و آله تربیت یدک یک کمبغل شوی فهمیدید لكل لكن لا يراد به حقیقت فهمیدید یعنی این یک دعا بوده است به کمبغلی همه خیلی میگوید یعنی دستی تو در خاک زند دستی آدم کدام در خاک میزند وقتی کمبغل شد هیچی نداره خاک در خونه چی در خاک دارم در خونه هم خیلی این کنایه بوده است یعنی مراد از وی چی بوده است کمبغلی به معنای دعا بوده است و با اون حقیقتش رو اراده کرده نمیشه آشکالی که بعضی گفتن که مادرت تو را از دست دهد مادرت تو را گم کند میگفتن ها تکلیف کن نه نیکو با خیلی اکو مثال این ویار معنی نکرسود است
منصب خوب این خوب است، منصب خوب این خوب است. مثال یک بابو نمیگیری که خیلی بی آداب و دور و حیاتش تو دازنی و ماشیشوی خطی گذاشته خودش و دخترش بوده کاش منصب خوب است. اینجا میگه که یکم چیزی که باید تو اهمیت دهی دینه اهمیت ده. با اگر در برابری مثال گیریم اون منصب یعنی که دینش اگر با منصبی خوب داشته باشد و مثلا چی زیبایی داشته باشه با نور علی نور میشه. خلاص مثلا بگو که با اگر زیباییش انتخاب کنی بکنم دارم میشه بله. خب اما ابن العربی حکایه میکند که معنای همین تریبت یدا که یعنی استغنت یدا که میشنست دستای تو دیگه محتاج چیز نمیشه. اینا معنای خوب است. یعنی علیک بذات دین، اگر تو دیندار گیری دستی تو دیگه محتاج یک چیز دیگه نمیشه. تو بون میره که چون میکنی که هم نگیری سودا چیکار میکنی اکوش اومدن حال زورگی کس تخصیص چیکار کنی مینا و نصیبی خوب باشه دیگه با گفت که استغنت ثم بمراعاة الأذكار الواردة عند الجماع أنا سپس برای رعایت کردن ذکرهای وارد شده در وقتی جماع کردن، وقتی خوب تخیز کردن. یعنی این هم یکی از سببهای چه؟ به دست آوردن فرزندان صالح، فرزند صالح باشن. اگه تا اینجا شما ریاض زن گرفتن در گاه بوده همین طریقه میگیری همین اصول همین شرط و شروط باید رعایت کرده شد. اگه دویم اتاپ میگذره. سپس برای رعایت کردن ذکرهایی که وارد شده هستند در حدیث آمدگی هستند در وقت جماع. عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال از ابن عباس روایت میکنه به پیغمبر صلی الله علیه و رسانده میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و فرمود لو ان احدکم اگر کسی از شما اذا اتى اهله وقتی که اتا به معنای جماع اهلش اویلش یعنی که جماع کردن شود بگوید که بسم الله به نام الله اللهم جنبنا الشیطان ای الله یعنی که شیطان رو برطرف بکن از ما و جنب الشیطان ما رزقتنا از این روزی که به ما عطا بخشیدی شیطان رو برطرف کن که شریک نشود فقضی بینهما ولد اگر مبادا در قضا و قدر میان این زن و شوهر فرزند را کتابت کرده شده باشه فرزند میشده باشه لم یضره دیگه تا مردنش شیطان به ضرر رسوندن نمیتونه. وحديث بولانجرة أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين. أكفاء قلت ده دين باید کف باید باشه. أكفاء منش چه؟ وقتی خودت بابو باشی بعضی یک نسبش زور گفتم ممکنه و حق داره دخترش نتیاد. ده کجایی این که مثالی اسلام مثال نمیتی آخر برادر سر روایی کنه. أكفاء با مقصود امام بخاری أكفاء گفتی. دین خلاص تو باید مثلا خوش سمت داشته باشه دینت باید قوت باشه اکفاء. و مسلم في كتاب الرضاع باب استحباب النكاح ذات الدين مستحبه میگه دین داره این پای کردن. نعم حديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع وأقوم وقت خير. ومسلم في كتاب النكاح ما يستحب أن يقوله عند الجماع. نعم. وفي لفظ مسلم يعني لفظ أزون مسلم ومدسك لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله أجر كسي از شما خواهان جماع أهل خود بكنا يعني إرادة كنا قال بيقول كي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان فنوم الله يا پروردگار شیطان را از ما برطرف کن و جانب الشیطان ما رزقتنا و شیطان را از این روزی ما برطرف کن یک جانبه بکن. فانه ان يقدر بينهما ولد اگر میانشون تقدیر کرده شود فرزندی را فی ذلک در اون حین لم يضره شیطان ابدا یگون شیطان او را ضرر رسوندن نمیتونه. با اینجا همین شیطان همین انواع شیطان
و بالمحافظه على الجنين و تحریم اسقاطه، با برای خاطر با فرزند صالح به دست آوردن و مکرم محافظت کردن فرزندی که در بطن مادر است و به حرام بودن اسقاط آن او را باید چکنن بچه نپرتونن ابورت میگن. عن عائشة عن جدامة بنت وهب اخت عكاشة قالت، حضرت عایشه مادر روایت میکنن این کس از جدامه دختر وهب خواهر عکاشه بوده است، گفته است که حضرت رسول صلی الله علیه و من به حضور پیامبر صلی الله علیه و اومدم فی اوناس در گروه یک مردمی، یعنی خطی اونا منم یک شریک اوناس گفتم مرد زنه و هو یقول جناب پیامبر صلی الله علیه و میگوید چنین سخن را گفت که لقد هممت ان انها عن الغیلة، من خواستم که از غیله منع کنم. منم خواستم که چیکار کنم از غیله منع کنم. غیله اصلا زنه که انا در کودکی شیرمکون دارن، یک زنه یک کس مثل آیله چی فرزند دارد که همون شیرمکون دیسته است و همون چنین زنش جماع کردنش غیله میبینه، نمیده وقت المرضع میگن که شیرمکون. من خواستم که همین منع کنم که کودک شیر میمکده اینجا پدرش وای کرد جماع میکنه مادری میکنه. فنظرت فی الروم و فارس، معنی کردنم همین سبب شد که نگاه کنم در روم و در فارس فاذا هم یغیلون اولادهم، چیکار میکنن؟ اولادشون یغیلون، یعنی که مثلا کودکاشون شیرمک هستن و اینا مادرش وقتی میرسن یگون کم بودی نیست. فلا یضر اولادهم ذلك شیئا، همین کارشون در فرزنداش یگون ضرر نمیرسونن. همینطوره یعنی فارس و رومی ها که زناشون کودک دار هستن و کاراشون دام دادن میگیرن که با بعدی کودک شدن میگیرن به این هم بخواه منعش نیسته بود یه چی نداره تا برو مدن برافت میشه تا تولد شدنش میشه هیچ معنی است، جای معنی نیسته، فقط همی ضرر در زنک نباشد. چون فرزند وقت کاملتش دیگه و اون کاملت دیگه فرزند میشه برادر و تا فرزند کشادگی که مرحمت میگفت میستاد. بعد از که اون کاملت که اوزا گیریم بند شد فرزند شد و تمام محکم میشه اون را. بعد دیگه او کاری مرد و کاری زن میشد و یا در دیگه کاملت میشه و کاملتی مثلا گیریم بچه دار نیست و بیره. و اگر هر اون دوم کشادگی باشه هر باره که اون آبی مرد و آبی زن جمع میشه تا تولد مینه چه با پیدا شدن میگه. یعنی الله تعالی حکمت کرده که اونجا بعد از رشد محکم میشه تمام. برای ما حیز هموش میگه محکم میشه. این هیچ گام نداره. ثم سألوه عن العزل، بعد از اون سوال کردن پیغمبر علیه الصلاه و السلام درباره عزل. عزل چی است؟ هو ان یجامع فاذا قارب الانزال نزعه وانزل خارج الفرج. فهمیدید؟ یعنی عزل اون چیزی است که انسان به آیلش یعنی جماع میکنند همون سر به سری برآمدنی معنی شود دیگر برآورده در بیرون فرج سر میده، در درون سر میده. فهمیدید؟ درباره این وقتی که پرسیدن جناب پیامبر صلی الله علیه و آله چی فرمود؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ذلك وضع الخفی، این زنده بورانیدنی سبکه. الله تعالی اونجا که فرمود که و اذا الموءودة سئلت، و چون دختران زنده به گور شده را پرسیده شود که بی ای ذنب قتلت، و کدام گناه شده، این مانند هوا است. فهمیدید؟ برای مکروه است. فاذا كره صلی الله علیه و سلم العزل و سماه وعدا خفیا فالاسقاط من باب اولا. این هم یه آب است ولی با انسانیت نشده. همینی که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم عزل
مکروه دانسته باشند و او را وعدی خفی گفته باشند، اینه که زنده به گور کردنی سبک گفته باشند، بس یعنی بس چرا افتون نمیگو، اینا از باب اولا ممکنه بود است باشن مکروه هست، چون که بس چرا افتون نمیگو 2 ماهش دیگه 3 ماهش دیگه بعضش روح دارد میپرتایم، این که خیلی بابی کلون است و هرکه بچه پیداش دیگه درش که می بگویم زن بگویم سوال داره جایز نیست مگر اگه عالما بعضش فتوا دادگی هستن اگر ضرر بیند، اما گفت که من تربیه کردن نمیتونم خوروندم پوشوندم این خیلی فتوا نه این فکر فقط مردم شرق و غرب و مردم های مومن میکنن، خطای میکنن که جا ندارن زندگی نباله او تختمون زندگی کشن. كيف نقوم بحق فلذات أكبارنا؟ شخير ما حق حقوقي أكو تشيغونا حق حقوق را شكون میکنیم ادام میکنیم. وأذكر هنا جملة منها، از آنها از این حقوق میگوید جملهش را ذکر میکنم در اینجا. یکم اختیار الاسم الحسن له، اختیار کردن نام خوب برای فرزند، نام خوبم یک رالی کلام باز میکنه و يدل عليه ما ثبت عن رسول الله صلی الله علیه و به این دلالت میکنه آن حدیثی که ثابت از جناب پیامبر صلی الله علیه و من تغییر الاسماء القبیحه، شکلی که پیامبر صلی الله علیه و چیکار کردن؟ نامای بی‌زیبا دگرگون کردن و ترغیبه و جناب پیامبر صلی الله علیه و ترغیب کردن فی التسمیه باسماء حسنه، در چی؟ در نامگذاری کردن به نامهای خوب. عن ابن عمر رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، جناب پیامبر صلی الله علیه و فرموده ان احب اسمائکم الی الله، و درسته همه محبوب ترین نامهای شما در پیشگاه الله عبدالله و عبدالرحمن، همین 2 نام است. اخرجه مسلم فی کتاب الآداب و النهی عن التکنی بأبي القاسم رحمه الله، اینه که در بیان معنی سکونیه با ابی قاسم موندن. نعم. عن عقيل بن شبيب عن ابي وهب الجشمي، از این روایت میکنه و كانت له صحبه، یعنی که این کس صحبت داشته، مراد یعنی که به صحابگی رسیدگی است، صحابه شدگی است. قال گفت که رسول الله صلی الله علیه و فرمود تسموا باسماء الانبیاء، به نام پیغمبرها به نامهای پیغمبران نامگذاری کنید، یعنی نام فرزنداتون میتونید نام پیغمبران بونید. و حب الاسماء الی الله، از ما محبوب ترین نام ها به سوی الله عبدالله و عبدالرحمن است، و اصدقها، از ما صادق ترین اونها حارث و همام، و اقبحها قبیح ترین این نام ها حرب و مره، یعنی جنگ میمونه نامش، هم خلق میمونه، بلغ و علمس، قشقار و سکسنبایی و میگو بچه ها میمردم، میگو با همین یک پیش فالچه رفته و گفته که نومش چی مونده؟ ابراهیم بوده. ابراهیم خلیل رحمان میگو، خب این نوم وزمینی میکنه. بعضی کودکای بیچاره نومای پیغمبر رو وزمینی میکنن برای ما، انا برای خاطر. بعد جبرئیل میاد، عزرائیل میاد میگیره اینا رو، میگو عزرائیل میگو که ملک الموت، بعد چیکارش میگو؟ با میگو یک نوم موگی و این نوم آدم نباشه. خب هم ملک الموت هم کارش نوما جبرئیل در کجای که ابراهیم در کجای، موسی در کجای، عادتی همینه. پس چیکارش میگه؟ علمش خوشخور کن. حتی دفترچی آدم‌ها رو می‌بینن، در دین آدم‌ها خوشخور نیست. اعوذ بالله. با علمش میمونن، با بچه‌ش میمونن. یعنی شیطان تا کدوم درجه به مردم وارد کرد. ترغنبای گفت که یا ازبک بود در جای ما دوستان انده، بچه‌ش خطیب ما میخونده، کار میکردیم یک جای در مدرسه. با همه بیچاره حج رفت اومد، وی هم که مادرش پدر مادرش به اون خاطر مونده که ترغنبای موند، یک نمرد موند گفت که بابا همه وقتی مونده نمرده، باید میمرد نمرد. گفت یا اعوذ بالله،
با حج رفت اومد فهمید امام خطا بوده کدوم که برادر ازبک زبانی و حج فهم نصیحتش کردم میکنه. بعد حج گفت که از این روز اعتبارا نام من عبدالله قربان این نگو میام گذاشت اون بیچاره مرد فکر خودش هم به مردن نزدیک شد دیگه قریب 60 زیاد 70 بود بیچاره با مرد الحمدلله zato یعنی که به نام نیک مرد به نام خوب یا من نمیخوای شخص وقت بزنم مرد بشه من هم درشی بیشتر برادر بود. من مینا یعنی چی بدیم؟ یکی از نشانه‌های خوب دیه. فهمیدی؟ اینم یک حق فرزند ادا کردنه. کسی نومی بچه نومه بیزه مونه چک نارس نوم هم بچه‌شون. نوم بچه‌شون کینو میبینند مریه و خیلی چیزا میبینند. سبحان الله. دینشون دین اسلام در اسلام چقدر یعنی که زنهای پاک گذشته است. سبحان الله. عایشه مثال گیریم سمیه دیگه نومهای خوب گذشته است. اکینا رو میبیند و نوم فرزندش دیگه میکنه. العقیقه دوم حق فرزند ادا کردن عقیقه است. عن محمد ابن سیرین محمد بن سیرین میدونه و استاد ما شیخ ما گفتن که فدا الله یک کسی که تمام معاش رو بسیار با قرض گذاشتن بسیار قرضدار بود یعنی کس باید یک صاحبی پول چند بار حبس هم کرده یعنی کس امام تابعینی بزرگ هستن چند بار بری خاطری و شکایت اپشون میاد فرموش دیگه بن سیرین محمد بن سیرین یا یک صاحب پول تو کپل میتی و میگم 2 روزه یا امروز یا پگاه مالش امروز نشه پگاه یعنی که مثلا 2 روز 2,000 داشتیم خیلی کرده یعنی که مثلا یا این دنیا و آخرت وگذاشتیم قال حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جناب پیامبر صلی الله علیه و فرمود مع الغلام عقیقه با پسر یک عقیقه یک گوسفند عقیقه میکرد فاحرق عنه دما از نوم و یک خون ریزه و امیت عنه الاذى از او آزار رو دور کنید اما طیموت اماتت الاذى عن الطریق این مورد اذى همون مویی که از مادرش تولد شده است و همون هوی در نظر دارد همون مو چیه آزار دارد ضرر دارد فایده ندارد تراش نیست بخواد در تحت این گپ بشه چه؟ نخواه حدیث اومدگه حدیث صحیح اومدگه با خیلی حدیث وای میونه تخفیف کرده سبب کرده دو تا هم کنه دیش گم نداره لیکن جواز گفت درباره جواز میرن هر چیزی که جناب پیامبر صلی الله علیه و آله بگفته باشه باید دیگه به دیگه طرزش گفته باشه اون طرز سبک شده میگیره نه وجوب نبوده و حدیثی که گفتم اخرجه احمد في المسند الرسالة الجديدة تحت رقم وأبو داود في كتاب الآداب في تغيير الأسماء والنسائي في كتاب الخيل وما يستحب من شية الخيل رقم ومدار السند على عقيل بن شبيب ده سند شميع ودمك مجهول الحال حال كاس مجهول بس لم يرجع عنه إلا راوي واحد ذكره ابن حبان في الثقات وقد ضعف إسناده بذلك محقق المسند همه اسناد تحقیق میکردگی و همه اسنادی می حدیث گذشتگی ما را ضعیفش گفتیم نعم اما حدیثی که گفتیم من اخرجه البخاری في كتاب العقيقة إماتة الأذى عن الصبي في العقيقة تحت رقمها من خلال الرضاع شير خارجي وهو من الحقوق الأساسية للطفل بعد الولادة إن أزيك از حقوق أساسيات برای کودک بعد از تولد شدن وقرره القرآن الكريم إنه اعتراف کرده القرآن الكريم وحدد الحد الأعلى له حد أعلى را برای اون معین کرد حد أعلى شکی اوازیات دیگه حد نداره اقل داره و اعلا
اقل میشه خیلی که وقتی شیرش بس جدا شده. فقال تعالی والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مادرها فرزندانشون دو سالی کامل چیکار کنن؟ شیرخوارگی بکنن، شیر دهن. لمن اراد ان یتم رضاعه، برای کسانی که رضاعت چیکار کنن؟ به اتمام میرسوندگی باشه تا 2 سال. 2 سال زیاد نیست. هیچ نمی حرام، هیچ نمیشه. حرام نمیکنه، حرام نمیکنه و حلال نمیشه. از 2 سال زیاد مثلا نه، یک کودک داره نه، کودک تو 3 ساله است، یک زنک شیر است، میگه اون کسی کودک داشته باشد دیگه میگه شیر. شما کودک تو برید چه دیگه 2.5 ساله باشد، 3 ساله باشد دیگه، یعنی کودک شما حرام نمیشه در دخترای بیاد، هیچ نمیشه. از 2 سال زیاد شد و حلال حرام نمیکنه. معنیش همین است که یعنی که و زنک مادر نمیشه در فرزندش. ممکن نیست، ممکن نیست، فکر نمیشه ممکن نیست، ممکن نیست. معنی شیر حرام نیست، شیر خودش حرام نیست. مثلا میشه که مثلا مرد قطعی همسرش بازجویی میکند، مثلا میتونه که مثلا یکی مکی درش شیر اومد، اونجا حرام نیست. فعال میپردن که پروستی و روش از هم سخت نمیاد، تفتش میتفره. با همین سوال میدادن که چخل میشد با فرزند میشد بی سوادیه در توجیه هم بودیم سوال دادن که با چخل میشد با یکی هم اویلش مکی یکی اینو فهمیدم یک دو قرطه گرفت با فرزند میشد اینا در آخر و حولانی که 2 سال گفتی که مدل این مردک یه شد دیگه زنش استفاده دیگه چه النفقة عليه، نفقة دادن به او فرزند. يقول تبارك وتعالى وعلى المولود له، واجب است برای کسی که فرزند برای او تولد شده، مولود له پدر میبره. رزقهن، تأمین کردن همون زن و کودک و کسوتهن، پوشوندن اونا، اون خوراندن پوشوندن بالمعروفی در حدود شریعت. معروف یعنی که حدود شریعت، نه حق میخوری نه حق زیاد میتونی که با مثلا بچه تو با در اینترنت ها میگوی. لا تكلف نفس الا وسعها، یگون صاحب نفس را، یگون انسان الله تعالی از طاقتش بالا تکلیف نفرموده است. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، فرزنداتون از گرسنگی نکشید، یعنی از جهتی گرسنگی. از یعنی می ابورت میکنن که چی با ابورت میکنن، چی با بچه فرزندان زیاد میشن و خورون نکشون کم برن. نحن نرزقكم و ایاهم، ما شما و یارو میخوراندگی زود ما هستیم میگید الله تعالی. و یقول تعالی ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، شما فرزنداتون از ترس کم بغلی خشاقی نکشید. نحن نرزقهم و ایاکم، ما اونها را و شما را روزی میدهیم. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، و درست قتل اونها گناه بزرگ است. فلولا ان النفقه كانت واجبه عليهم لما خافوا الفقر، اگر نفقه واجب نمی بود بالای ویها و یا از کم بغلی نمی ترسیدن. معلوم میشه که نفقه دادن بالاشون واجب بود است که برای همون می ترسند و بچه دار نمیشن، بیت کم بغل میشن. والله اقر ذلك، الله تعالی این چیکار کرد؟ مقرر کرد. و ارشدهم الى انه يرزقهم و ایاهم، ارشاد فرمود که همون خودش ذات است که و یارو روزی میدهد اونها، یعنی اینا و یارو. عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس عائد الله بن عبد الله من كسب ان عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهيد بدر، در جنگ بدر اشتراک کرده زاد بوده. و هو احد النقباء ليلة العقبة، یکی از نماینده های شب عقبه. ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال وحوله عصابة من اصحابه، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم همین سخنی می اومدگیری گفتن در گردشون از صحابه ها یک دسته بودن، اصحابه یک جماعت. بایعونی علی ان لا تشركوا بالله شیئا، و من بیعت کنید که مضمون بیعت عبارت از چنین عبارت است که با الله یگان چیز یگان کس شریک قرار نمیدهند
ولا تسرقوا دزدی نمیکنید، ولا تزنوا زنا نمیکنید، ولا تقتلوا اولادکم فرزنداتون نمیکشید، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین ایدیکم و ارجلکم از پیش دست و پاهاتون یگون تهمت نمی بافته همدیگرتون تهمت نمیکنید. ولا تعصوا فی معروف در کارهای پسندیده شما عاصیگی نکنید، نافرمانبرداری نکنید. فمن وفى منکم کسی از شما همین گفته های بالا را وفا بکند فاجره علی الله، اجر پاداش او ثواب او در پیش الله است، الله ثوابش میده. و من اصاب من ذلك شیئا کسی بعد از این بیان همین گفتگی های ممنوعه بالا را چیکار کنه؟ پایمال کنه، یعنی که اصاب زنا کنند، دوزی کنند، فعوقب فی الدنیا و دستگیر کرده در دنیا عقابش کنند، فهو کفارة الله، این با برایش عقوبتش چی میشه؟ کفارت میشه، الله میبخشتش. زنا کرده باشه و در رزده باشه. و من اصاب من ذلك شیئا، یک کسی همین کارا رو کرده باشد و ثم ستره الله پوشوندیدش، ایست که ندیده که به او را حکم پیش قاضی برده باشه، نه هم تو زنا کرده خودش توبه کرده، فهو الى الله، این با الله است. ان شاء عفا عنه، اگر الله خواهد او را عفو میکنه، و ان شاء عاقبه خواهد او را عذابش میده. فبايعناه على ذلك، به همین بندهایی در بالا ذکر شده ما به پیامبر علیه السلام بیعت کردیم. اخرجه البخاری فی کتاب الایمان و ابو علاقه الایمان حب علامه الایمان حب الانصار حديث رقم، ومسلم في كتاب الحدود كفارات لأهلها حديث. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. گذشت حدیث پیشینه که جناب پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود بسنده است برای انسان همین قدر گناه چیکار کند، یعنی اون کسانی که قوت و خوراندن و در عهده او هست و همین چیکار میکنند، همین حقوق و را چیکار میکنند، پایمال میکنند، نمیتشون. در صحیح مسلم و هذا لفظ ابي داود جاء بسند لا باس به. وعن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه هشام میگه از پدرش روایت کرده که پدرم اونو گفته است. چی علاقه دارد با عایشه؟ هشام با عایشه چی علاقه دارد، چی خشت دارد که در بسیار جا میبینیم که هشام از پدرش عایشه روایت میکنه. هشام پسر عروه پسری که زبیر میشدم تای زبیر ابن عوام میشدم خیلی جناب پیامبر صلی الله علیه و آله با کدومش بوجه بدن؟ زبیر هم خیلی اویلش کی بود؟ اسماء خواهر عایشه خیلی عروه ابن زبیر ابن العوام. حضرت عایشه مادر گفت ان هند بنت عتبه قالت، هند دختر عتبه گفت یا رسول الله ان ابا سفیان رجل شحیح، و درسته ابو سفیان یک مردی بخیل است، یک خیلی بخیل است، یعنی که مثلا سخت ایدی امو رزمه میخواستگی خودش زیاد نمیتعیم ولیس یعطینی ما یکفینی و ولدی، من نمیدی اون مقداری که من و فرزندم بسندگی کنم. فهمیده؟ یعنی حاجتمو کم میتیم دیگه قلف کلید از دستش جو که علاق گردگه الا ما اخذت منه و هو لا یعلم، مگر همون مقدار بری من و فرزندم میرسد که زن شکایت کرد، همونه که با بعد از دادنی و با من دوباره صفی میکشم که انا اونجا وقت باید بری من بحث کنم. یکی دادگی های و میگون نه من میرسن نه فرزندم. بس چی میشه؟ فقال با جناب پیامبر صلی الله علیه و آله چی گفتن؟ خودی ما یکفیکی و ولدکی، خدا و بچه میرسه دیگه مقدار گیر بالمعروف، و بری جنات و بری بچه خواهر و بچه حاجت خود از زیاد میگه. چون بعضی زنه یه حدیثی ده، بعضی زنه که مثلا اگه گیرش گفتی و میگوی دستی آوارج میخوابن، و بعضی زنه هستن که مثلا همه استفاده میبرن، نه یا اجازه
یعنی که من هم یه خونی دادر شدم خونی پدرم رو با مایره برش هم سحر میره شب هم باز هم دیر کردیم که هم خونی دادر رفتم جان گفتن که اوچام گفتن و اپات کسا بوده خونی اپا رفتن جنودم و میگم که همسایه‌شون مزاش نکردیم و فکر کرد بعد تمام یا یک اجازه نیم قشلار رو میگرده و شهر باشه چرا نیم ملال میکنم اون 5 متر 6 مترش برمودم تیز میگرد میگرد قشلار همش در روی زمینه یا اجازه خیلی هم اولاداش میگرده میگرد انا برای من جناب فرمودیم بالمعروف. أخرجه البخاري في كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة زناج متى ولد أن تأخذ بغير علمه. ومسلم في كتاب الأقضية باب قضية هند problem هند نحكي على مسلم. وعن أنس بن مالك قال رواية هناك الرسول صلى الله عليه وسلم فرمودا من عال جاريتين عانى بمعنى مایده زندگی همون دو دختره به کفالت گرفت حتی تبلغ تا اون اندازه یعنی که نگهبانی شروع میکند که به بلاغت میرسند همون یعنی که به وادار به خانه دار کند. جاء یوم القیامتی امو کسی همین کار کرده که در روز قیامت می آید انا و هو من و با همراهی او و ذم اصحاب همه خیلی میپوشم نزدیک میپوشم جناب من با همراهی آخر این دختری بیگونه نه دختره خودش دختری بیگونه چون که با خلاص أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الإحسان إلى البنات فضل الإحسان إلى البنات. نعم. العدل في العطية دیگر از امیدی فرزند صالح شدن عدالت کردن در عطا یعنی چی آوردی بری همش میبری نبیاری هیچ نبیاری تایی میآوردی باشی نمیبری من تلفن برای تو بچم دادرات آدم نیستن اینا خواهرات چی نمیشه ولی عکس یا که هر یک کس به مناسب بیاست میگم خیلی نگه مثال گرم یا بچه یا دختر داری بره هر جای رسپت گیری یعنی که بچه مناسب هدیه میگیری و دختر مناسب هدیه میگیری بعضی هدیه هسته که مشترک هسته بین دختر و بچه اون وقت میشه. عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير هذا ميكات شنيدم وهو على المنبر يقول در بالای منبر شنو میگه اعطاني ابي عطيه بدلم بما یک هدیه بخشید فقالت عمرة بنت رواحه لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيدي گفت که من روزه نمیشم تا تشهد یعنی که تو شهادت پیغمبر صلی الله علیه و آله از این خبردار نکنی. بعد به نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله اومد گفت که انی اعطیت بنی من عمرة بنت رواحه عطیه من یعنی که به پسرم که از عمره دختر رواحه است یک چیز دادم هدیه دادم فامرتنی اما زنم گشت گفت که این نمیشد مرد گفت من روزه نمیشم تا رسول الله صلی الله علیه و آله شاهد نگیری یعنی که همه حادثه را آگاه نکنی به پیغمبر علیه السلام یا رسول الله ما برای شما را یعنی که خبردار کردم من همین کار کردم. قال جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله اعطیت سایر ولدک مثل هذا دیگه فرزنداتم همین مانند همین هدیه بخشیدی؟ قال لا گفت نه فاتقوا الله جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله که از الله تقوا کنید تقوا بکنید فاتقوا الله وعدلوا بین اولادکم بین فرزنداتون عدالت کنید فهمید عدالت رعایه کنید در بین فرزندان دیگه سبحان الله یعنی قال فرجع فرد عطیته رفت دیگه شما حاجش گرفت تاکیسش کرده چیز نه گفت نمیشه نه. أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب الإشهاد في الهبة ومسلم في كتاب الهبات باب كراهية تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة مكروه بدأ
بچه ها رو بعضی دیگر نکرد. امرهم بالصلاة و صبر علیهم فی ذلک، فرزندان رو به نماز خوندن امر کردن و بالای اونها در این امر صابر شدن، صبر به طاقت شدن. لقوله تعالی، بنابر سخن الله تعالی، و امر اهلک بالصلاة و صبر علیها. آیت میگه به نماز خواندن امر بفرما و صبر علیها، بنابر نماز صبر کن، یعنی صبر رو پیشی خود گیری. این خیلی که مثلا یا با گفتی دیگر ناراحت شدی، دیگه من دیگه معینه ها ویرون نمیکنم پشتیم بچه تو دیگه نماز خون، نه. لا نسألك رزقا، ما از تو رزق روزی نمیپرسیم، نحن نرزقك، ما خود ما تو رو روزی میدهیم، ولا عاقبت للتقوی، عاقبت خود برای تقواداران است. دیده نتیجه خوب برای تقواداران است. دیده چی میگه؟ یکی از رزق روزی را زیاد شدنش هم فرزندان نماز خوندن. بسیار خانه هست که میبینید فرزندان نماز میخونن، همه در کار هست، بازم این نمیرسه و این نمیرسه. عن عمرو بن شعیب عن ابیه، از پدرش روایت میکنه، عن جدی، از بابایش روایت میکنه، قال گفت که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود، مروا اولادکم بالصلاة، فرزندانتون به نماز خواندن امر بکنید، و هم ابناء 7 سنین، و یا در سن 7 سالگی باشند، و اضربوهم علیها، بر خاطر نماز و زنید دستشو کنید، و هم ابناء 10، اگر فرزندانی 10 ساله باشند، و فرقوا بینهم فی المضاجع، در حین 10 سالگی بیناشون در خوابگاه جدا کنید. اگر دختر و بچه باشن، دخترها را از بچه ها را دخترها جدا کنید. اخرجه احمد بن مسند و ابو داود فی کتاب الصلاة، باب متى یؤمر الغلام بالصلاة. نعم. التحذير من الدعاء عليهم، احتیاط کردن از دعای بد بالایشون، بود در حقشون دعای بد نکنید. عن عبادة بن صامت عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلی الله علیه و آله لا تدعوا على انفسكم، یعنی علی انفسکم، به خودتون ضد خودتون دعای بد نکنید، ولا تدعوا علی اولادکم، ضد فرزنداتون دعای بد نکنید. میگه نه فرزنداتون علاوه بیاد دیگه دعای بد نشه. حق عروس چپت بینم، میگه مادرها بیشتر عروس چپه منه چه؟ عروس چپه دوباره گردی بیایی دعای بابا گردی بابا بیچاره دو ماه بعد چه خبر نمیگه که من وقت سر خودم ما دعا کردم دخترم. سبحان الله. پیش نماز جمعه بینم و ها من دعای بیزید دارم بچه یا بسم الله توجه کنم. من برفتم اوچ میگودم سنگ سیاه، سبحان الله، من میگودم سنگ سیاه. ولا تدعوا على اموالكم، مولاتون حد دعا نکنه. بیزارم من می پول مول گو کار بیزارم کردن. او وقتی بچه بیاد بود که زنش بیاد گو که مردگی بسنتا حرام شدن چون منه او بام بزنه که حقارت شما نودن فقط بخوردن خوردن، بعد زنا رو تقلید کردن میگیره دو بعد خودش دعا کرد تو قبول شده که اون طاقت کنه. لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، شما با یگون ساعت از جانب الله موافق نمیشوید که در همونجا یگون عطای را پرسیده شود. فیستجیب لکم، بس برای شما اجابت میشود. یعنی اگر ما بودم در همون ساعتی مقرر کرده الله شما دعا کنه، خواب نیک باشد، خواب بد باشد، خواه یک چیز تیم بگه، خواه اون چیز به فایده‌تون باشه، خواه به ضررتون باشد، قبول میشه. والله چقدر هم حادثه‌هاشون دیگه هستیم که فرزنداشون دعا کردن هم درستی گشته دیگه نیستن، با خودشون با شهر گذاشته همون خار میگیرن که با مقام شش مقام میگیرن، با همون گرستن بین زمان میگن که خودم گفتم، خودم کردم، خودم خدا گفتی صبر و نمیگفتی خیلی گفتی. اخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقدي عند تقول الحديث حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر رضي الله عنه حديث. نعم. الامر بكف الصبيان في ساعات انتشار الجن، امر به نگه داشتن امر کنید که کودکان زنان نگه دارند در خونه کدوم حالت در حالت پهنشوی جن ها. بسیار وقتا بعد عصر بعض جن ها از خونه برآمده بسته
در همین حین تا یعنی که به حجیل برآمدن اخوان‌هاشون پنج شدن جای کارشون خدمتاشون ارادین شما کودکار در درون نگه دارید نبریم که خلل میرسونن خلل رسوننشون ممکن. اون طلبا رو میبینی هم مکتب وقتی سرشون میتیان میبرون هم مکتب برون بودن در هم دیگر لغزنی و با هم دیوونگی و سنگزنی رو سر میکنن. جندان هم میخوان هم خونه سرشون اجازه فرمید برون بودن. البته یک سری لغزنی هم یک دیوونگی میکنن. اون پیامبر صلی الله علیه و نگه داره میگه از اینها خلال ضرر نبینه. عن جابر رضی الله عنه النبي صلی الله علیه و قال اذا استجنح الليل او قال يا رجل جنح الليل جنح الليل لا يا رجل من دسكي اذا استجنح الليل يوكي اذا استجنح جنح الليل مش جنح الليل جنح مش وقتی که ظلمت شب وقتی که شب میگه به ظلمت چیکار میکنن میل میکنن یعنی که وقتی شب داخل میشود فکفوا صبیانکم فرزنداتون رو نگه دارید کودکار هست صبیانکم کودکار نمیگم آخه فإن الشياطين تنتشر حينئذ در اون حین شیطان ها پراکنده میشن فاذا ذهب ساعة من العشاء عندك از اون بیگه که وقت گذرد فخلوهم سر شده با مینگه و اغلق بابک درت روش کن شبنده محکم کن و اذکر اسم الله وقتی محکم کردن بسم الله گو با محکم و جن شیطان میتونه بگو درک شدن و اطفی مصباحک چراغت خاموش کن و اذکر اسم الله وقتی خاموش کردن بسم الله گو با خاموش کن و او کی سقاعک همون ظرفی آمنوشی که ظرفی که آمنوشی کنه و خلطه‌ای که آمنوشی دهنش بند و اذکر اسم الله وقتی بستن بسم الله گو بابا و خمر ایناک ظرفی طبقه دنگ شده سرپوش گذار خمر سرپوش شمان و اذکر اسم الله بسم الله گو بستن همین کدوم زن کامنه کم در کم زن کامنه ولی جن عجینی مو فکر اقوام میتونم اون در سلام مقبره خدا میشینش آخه زنات تا سحر این کارو نه خدا نکردی البته هم ظرفای کشودگی هم جن‌های اون کار کردگی سن بسم الله نگفتیم ما میخوریم در سر خوابوری در شهر میشینیم خوابیم دوریم مکتب میذاریم میشینیم میریم در کامپیوتر تماشا ما خواب مونو میبرم در شهر خوابه انا ولو تعرضوا عليه عرض اگر هیچ باره مظرف نه و یک چیز هم اوره مانع میشه همین باید که همین آباد پاکستان دیدن نمیشه دوره یا که یک چیزی سوکه همشون بسم الله گفتن همین بسم الله گفتن تو همین چطور شامل کنه گرچنده که یک چیز رو اوره بالایش میمونه. أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده حديث رقم ومسلم في كتاب الأشربة والأمر بتغذية الإناء وإيكاء يعني چیز ظرف أم نوشیدگی ظرف خلطه که پیش خلطه نبودافه إيكاء نعم ترغيبهم في الرفقة الصالحة وتحذيرهم من الرفقة السوء و یا حواسمند کردن در رفیقانی چه در باره رفیقانی خوب و با حذر گردانیدن از رفیقانی بد یعنی یار دوستی خوب گرم گفته نسیستن شاکمان شدن شناس شکنه یاری بد چخلی یاری خوب چخلی ممکن یاری بد اگر نفهمونه دیگه موافق به طبع خود شما نه کس فلاش میتاد که نارکوتیک فروش فلاش یاری بد یاری نفس مین هست این فلان میتاد یعنی فروختن نه تو شناس کن یاری بد. عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح صفتي همنشینی خوب و جلیس السوء سوء مش سوء و مثل همنشینی بد كمثل صاحب المسك مثال صاحب المسك یعنی که مسک فروش بیم و کیر الحداد کیر گفته همون یک جهاز است که او دم دارد و کرم میگیره و کومرها را آتش شمال دادن میگیره و کیر میبینه
يستخدم الحداد وغيره للنفخ في النار إيقاع برای خاطر چیکار کردن اشعال نار برای شعله کردن و مانند همون حداد است حوادیه که آهنگر لا يعدمك من صاحب المسك تو از اون صاحب مسک از اون عطار معدوم نمیشه بینه بینسیم نمیشه دکانش که داره اونجا البته یکون چی میگیره اونجا اما تشتریه یا که میخری همون چیزا او تجدوره یا که از بوی و بهره‌مند میشه و کیر الحداد چی از اون آهنگر خونه درونده یحرق بدنک بدنت میسوزد یا که لباست میسوزد او تجد منه ریحا خبیثه یا که بوی بعد از اون میگیره خونه میگوی زنم میگوی یا جمعه بوی علاو کسا بود یعنی که مثلا البته همنشینی نیک داشتنه تا اما از اون رفتار و گپون معلومه همنشینی بد داشتنه تا از اون رفتار و گپون معلومه است یعنی این مثاله هیچ پوشوندن نمیشه آدمی که همنشینی بد دارن نمیتون پوشوند که ما آدمای نسلی هستن نه هر روز خصلتاش میخپش خلال أخرجه البخاري في كتاب البر والأثار والبيع المسكي حديث رقم ومسلم في كتاب البر والصلة وآداب وأبو استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة فقراء أو شيء قرناء السوء نماز جمعة صلاة الشمس يا أبو شارك دير منه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا